سپاسگزارم، خیلی ممنون. خوش آمد میگم به رئیس جمهور محترم کشورمون جناب آقای دکتر حسن روحانی. ما توی پا تو کفش اخبار اینا خیلی پا میکنم تو کفش رئیس جمهور، و هم دوره قبل بوده هم دوره الان بوده. مخصوصا این دوره سعی میکنم بیشتر باشه که متهم نشیم. دوره قبل خیلی پا تو کفش میکردیم. البته خب پا تو کفش آیون روحانیت به سختی میشه که چون نوع کفش متفاوت هست دیگه، و منتها ما سعی میکنیم دیگه. این اجازه رو هم از رئیس جمهور محترم و محبوب و مردمی میخوایم که این اجازه رو به ما تنس‌پردازا به عنوان اولین دوست منتقد خودشون بدن که خیلی کار سخت است واسه ما. من زمانی که کابینه رو معرفی کردن جناب آقای روحانی، توی هواپیما بودم میرفتم ارومیه با چند تن از دوستان واسه یه مراسم تجلیلی بود. یه چند بیتی توی هواپیما گفتم در باب کابینه و این چند بیت رو تقدیم میکنم، بعد دعوت میکنم از جناب آقای جنتی وزیر محترم ارشاد که در خدمتشون باشیم. کابینه تدبیر و امید آمد از راه، کابینه تدبیر و امید آمد از راه، من کل این کابینه را گلشن گرفتم. جمع وزیران کار کشته تر ز سابق، پس جمله را یک روح در یک تن گرفتم. با این وزیرانی که روحانی گزیده است، شاید سر ذوق آمدم من زن گرفتم. حتی شنیدم آیت الله جنتی هم حفظه الله، حتی شنیدم آیت الله جنتی هم حرفی زده که از آدمی متقن شنیدم. گفته به روحانی که گرچه این جهان را کمتر ز کفش پاره و ارزن گرفتم، اما شنیدم تا علی مان شد وزیرت، والله یک عمر دوباره من گرفتم. من آقای روحانی تو گل آقا که بودیم